یادداشت تفاهم میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و سرریاست دولتی نظارت تکنیکی و کرانتین صفت مالهای جمهوری مردمی چین عاید به همکاری در ساحه ناظرات و کرانتین رستنی. یادداشت تفاهم میان سراداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره گیالوگی انگشت مضافات خنن جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان و شرکت ملی نفت و گاز چین و سازشنامه همکاری میان کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکا و شرکت ملی مصالح ساختمانی چین. سندهای همکاری در حاشیه ملاقات‌های سرشمار پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با راهبران ساختارهای گوناگون دولتی و صاحبکاری چین به امضا رسیدند. ملاقات‌های سودمند سرور دولت تاجیکستان امام علی رحمان با سروزیر شورای دولتی جمهوری مردمی چین ون جباو، رئیس کمیته عمومی چینی شورای مردمی سیاسی مشورتی جیاسیندین، راهبر شرکت ملی نفت و گاز چین جان جمین، پرزیدنت بانک صادرات و واردات اکسیم بانک ژاگو، رئیس شورای دیرکتران شرکت هبیان الکتریک اپاراتوس جان سین، رئیس شورای دیرکتران شرکت جان سین تلکومونیکیشن اکویم پنت، رئیس شرکت هنن جینجان سیلورسید لی چاو، دیرکتر گنرالی شرکت ساختمانی راه و پلهای چین چاینا رود اند بریج کارپوریشن ونگان، مدیر بانک دولتی رشد چین چن یوان، رئیس شورای دیرکتران شرکت چاینا گلوبال خوان زانجون و نایب پرزیدنت شرکت خواوی لین ژویجی جانجوان انجام داد. در شهر پکین به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مدال طلایی کمیته المپی چین تقدیم کرده شد. طور ذکر گردید امام علی رحمان برای سهم بزرگش در دستگیری رشد ورزش و حرکت المپی به این مکافات عالی سرفراز می‌گردد. هدف دیگری سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین اشتراک در همایش نوبتی سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای بود. در همایش نوبتی سطح عالی سازمان همکاری شانگهای 10 سند نوی همکاری به امضا رسید. یکی از سندهای مهم سمت‌های اساسی استراتژی رشد سازمان همکاری شانگهای برای دورنمای میان مهلت بود که با اقدام امام علی رحمان و با اشتراک فعال جانب تاجیکستان تهیه و پیشنهاد گردید. طبق قرارهای قبول شده به افغانستان مقام ناظر سازمان و به ترکیه شریک آن دایر به مکالمه داده شد. ضمن سفر دولتی به جمهوری مردمی چین، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان همچنین به شهرهای سیامن، شنخن و لونیانی مضافات فوجیان تشریف آورده ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام داد. در شهر سیامن که در جنوب شرقی چین قرار دارد، پرزیدنت کشور امام علی رحمان با گوبرناتور مضافات فوجیان و میر شهر سیامن ملاقات نموده در فارومی صاحبکاران و تاجران تاجیکستان و این منطقه رشد یافته چین اشتراک داشت و هم با تجربه موفق سیامن در رشد اقتصاد و تجارت، شهرسازی و بنیاد زیربنای جهانگردی شناس شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان همچنین با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه آوازه‌دار سیامن ملاقات سودمند انجام داد. در اینجا به امام علی رحمان برای خدمت‌های شایان در تحکیم و گسترش مناسبت‌های دوستانه و همکاری پرثمر با جمهوری مردمی چین از جمله در ساحه علم و معارف عنوان پروفسور فخری دانشگاه سیامن داده شد. با یادآوری از شماره زیاد دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های گوناگون تحصیلات جمهوری مردمی چین برقرار آمدند که من بعد تعداد آنها در این دانشگاه صاحب نفوذ نیز زیاد کرده شود. طور ذکر گردید حالا در اینجا تنها یک دانشجوی تاجیک تحصیل علم نماید. در شهر سیامن
همچنین سازشنامه درباره برپا نمودن رابطه‌های برادری میان ولایت سغد تاجیکستان و مضافات فوجیان جمهوری مردمی چین به امضا رسید. در این شهر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، هیئت شرکت ماشینسازی شنخای و رئیس شورای دیرکتران شرکت سیناهایدرا فن جسیان را به حضور پذیرفته مسائل گسترش همکاری را با آنها بررسی نمود. در شهر شنخای مضافات فوجیان جمهوری مردمی چین ضمن یک مراسم تنتنوی میر آن سه خای با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را شهروند فخری این شهر اعلان نموده با او کلید طلایی آن و دیپلم شهروندی فخری را تقدیم نمود. در قله کوه طلایی که استوار بود که از سال 2015 به بعد جایگزین هدفهای رشد 1000 ساله خواهد بود. طور تاکید می‌گردد اساس این هدفها را باید اقتصادیات سبز یا خود اقتصادیات از جهت اکولوژی بی‌ضرر تشکیل دهد. کنفرانس با اشتراک راهبران دولت‌ها یا حکومت‌های 135 کشور جهان، نمایندگان والامقام سازمان‌های منطقوی و جهانی و کارشناسان بین‌المللی جریان گرفت. کنفرانس را دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون حسن آغاز بخشید. اشتراکداران این همایش پرزیدنت برزیلیا دیلما روسف را رئیس کنفرانس و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را یکی از معاونان او انتخاب نمودند. سپس از بین سران بیشتر از 140 دولت و حکومت‌های کشورهای عالم اولین شده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای سخنرانی دعوت شد. چنین احترام و قدرشناسی بلند البته به خاطر آن اقدام‌های سرشمار تاجیکستان در ساحه آب است که در سطح سازمان ملل متحد و تصویب رسیده در تمام جهان عملی می‌گردد. در سخنرانی خود سرور دولت امامعلی رحمان به استراتژی ملی رشد تاجیکستان که از هدفهای رشد 1000 ساله برمی‌آید و مغز محتوای آن را 3 مسئله اساسی نائل شدن به استقلالیت انرژتیکی، از بنبست نقلیاتی و کمونیکاسیونی برآوردن کشور و تأمین امنیت آذوقواری مملکت تشکیل می‌دهند توجه خاص ظاهر کرد. دسترسی فراگیر به خدمات انرژتیکی معاصر، بلند برداشتن ثمره‌ناکی انرژتیکی، توسعه استفاده منبع‌های تجدید شونده انرژی مسئله‌های مهمترین رشد استوارند، ابراز داشت امامعلی رحمان. امامعلی رحمان با عرض سپاس از پذیرفته شدن پیشنهاد تاجیکستان عاید به اعلان سال 2013 چون سال بین المللی همکاری در ساحه آب، از تمام دولت‌ها دعوت نمود که در کار وسیع گذرانیدن چاره‌بینی‌های این سال فعال شرکت ورزند تا که مکالمه و همکاری و شریکی در ساحه استفاده استوار و دست جمعانه ذخیره‌های آب عملی گردد. به قول پرزیدنت تاجیکستان، استفاده هیدروانرژتیکا با کانسپت اقتصاد سبز که یکی از موضوعهای اساسی جدول کار کنفرانس ریا جمع 20 است، کاملا مطابقت دارد. ضمن سخنرانی‌ها در این و دیگر جلسه های این کنفرانس، سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان توجه حاضرین را به 3 مسئله به هم پیوند اکولوژی و اقتصادی و اجتماعی، تغییریابی اقلیم، آفت‌های طبیعی و رشد استوار مناطق کوهستان جلب نمود. او اظهار امیدواری کرد که نهادهای بین المللی و کشورهای مددرسان پیشنهاد تاجیکستان را عاید به تأسیس خزینه بین المللی حفظ پریخ‌ها جانبداری خواهند نمود. با اظهار نگرانی از تأثیر منفی خشکشوی بحر ارال به وضع اکولوژی منطقه، سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید داشت که در حوزه بحر ارال بغیر از استراتژی‌های ملی باید استراتژی یگانه منطقوی استفاده بری ذخیره‌های آبی منطقه تهیه و عملی شود. راهبران دولت‌ها و سازمان‌های زیادی بین المللی در این چاره‌بینی‌ها
پیش صفی و پیش آهنگی تاجیکستان را در حل و فصل مشکلات جهانی در ساحه آب اعتراف نمودند. طور بارها تاکید گردید سیمای تاجیکستان در نزد جامعه جهانی همچون پیشاهنگ تشبس‌های آبی پذیرفته شده است. اشتراکداران زیادی کنفرانس همچنین تشبس تاجیکستان را درباره کنفرانس سطحی بلند بین المللی دایر به همکاری در ساحه آب که در شهر دوشنبه باید برگزار گردد دستگیری نموده اظهار داشتند که در تشکیل و با ثمر به راه ماندن آن فعالانه اشتراک خواهند کرد. در حاشیه این کنفرانس در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد پن گی مون، پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف، پرزیدنت مجارستان یانوش آدر و مدیر کل تشکیلات سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ ایرینا باکووا ملاقات‌های سودبخش انجام داد. ضمن یک سفر کاری به اوکراین سرور دولت امامعلی رحمان با راهبران یک قطار دولت‌های دیگر بازی نهایی چمپیونات اروپا آید به فوتبال را تماشا نمودند. در شهر کیف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همچنین با پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقات نموده مسائل همکاری دو کشور را بررسی کرد. سران دو دولت از جریان همکاری و همگرایی دو کشور دوست اظهار قناعتمندی کرده همزمان بر ضرورت توسعه زمینه قراردادی حقوقی مناسبت‌ها تاکید کردند. سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری آذربایجان بسا پرمحصول بود، زیرا ضمن آن 10 سند نوی همکاری به امضا رسید. این سندها همکاری در ساحه‌های سیاست خارجی، متالورگی، کشاورزی، معارف، اعتراف و برابر ارزشی متقابله حجت‌ها آید به تحصیلات و عنوان و درجه‌های علمی، حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته به آن، کار با جوانان و ورزش، حرکت المپی و دیگر سمت‌ها را تنظیم خواهند کرد. در میان آنها برنامه همکاری اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان برای سالهای 2013-2015 مقام خاص دارد، زیرا طبق آن یک زمره تدبیرهای سودبخش باید عملی گردند. سران دو دولت امامعلی رحمان و ایلهام علییف همدیگر را با مکافات‌های عالی دولتی سرفراز نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مکافات عالی دولتی آذربایجان اردن حیدر علییف سرفراز گردانیده شد. با پرزیدنت آذربایجان ایلهام علییف باشد مکافات عالی دولتی تاجیکستان اردن اسماعیل سامانی درجه 1 تقدیم گردید. در شهر باکو سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان همچنین با رئیس مجلس ملی پارلمان آذربایجان آکتای اسدوف و دیرکتور گنرالی شرکت امریکایی ساکر فاسترویلر جمپرا تریولا ملاقات‌های سودمند انجام داد. طور ذکر گردید شرکت مذکور عزم دارد که با جلب سرمایه از تاجیکستان و آذربایجان یک کارخانه کارکرد نفت در جنوب تاجیکستان بنیاد نماید. سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان از جمله از کارخانه استحصال پنل‌های آفتابی از گونتک، تکنوپارک سومگایت آید به استحصال تجهیزات برقی و گرمیدهی و کارخانه گرینتک که با تولید سبزوات در گرمخانه‌ها مشغول است دیدن کرد. در حاشیه همایش سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علییف ملاقات سودبخش انجام داد. ضمن سفر کاری با آذربایجان سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان همچنین به شهر گبله این کشور تشریف آورده با کاری یک قطار کارخانه‌های صنعتی و زیربنای سیاحی و جهانگردی آن شناس شد. سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان